رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از نیمه نظامیان ایران که در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق کمک کردند خواست به وطنشان برگردند. او در یک نشست خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت در واقع نیمه نظامیان ایرانی در عراق هستند. جنگ بر ضد داعش به پایان می رسد و آن نیمه نظامیان باید به خانه هایشان برگردند. هر گونه رزمنده خارجی باید عراق را ترک کنند و به مردم عراق اجازه بدهند نظارت قلمروهای را که در دست داعش بود و حال آزاد شده است به دست بگیرند. رزمندگان مورد حمایت ایران در موضع گروهی به نام دولت اسلامی و راندن آنها از عراق به حکومت این کشور کمک زیاد کردند. این شبه نظامیان که با نام 8 الشبعی معروف هستند در جنگ‌های 2 سال گذشته علیه گروهی دولت اسلامی فعال بودند و در تحولات اخیر در ولایت کرکوک که باعث عقب نشینی پیشمرگه‌های کرد از این منطقه شد در پهلوی نیروهای ارتش عراق حضور داشتند. سفر رکس تیلرسون به خلیج فارس بخشی از تلاش‌های آمریکا برای مقابله با نفوذ به گفته مقامات آمریکا ناآرام کننده ایران در خاورمیانه است.